تلاش‌های زیاد و مذاکرات طولانی 27 ایون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. این رویداد تاریخی برای جامعه آرام و پیشرفته زمینه گذاشت. این است که تاجیکستان را در سرتاسر عالم همچون کشوری صلح‌آفرین، صلح دوست و پیشرفته میشناسند. روز وحدت ملی یکی از صحنه‌های مهمترین تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. هر سال 27 ایون با یک شکوه و شهامت تازه رمز صلح، آشتی و همدیگرفهمی جشن گرفته می شود. این روز بار دیگر به ما خاطر رسان میکند که صلح و وحدت بزرگترین نعمت و ثروت ملت است. وحدت ملی رمز صلح، دوستی، همدیگرفهمی و یگانگی مردم میباشد. محض با شرافت صلح و وحدت مردم تاجیک توانست کشور خود را آباد نموده به سوی پیشرفت قدم‌های استوار گذارد. تاجیکستان امروز با شرافت صلح و ثبات در عرصه جهان همچون کشور آرام و صاحب تمدن شناخته می شود. این همه ثمره وحدت ملی و زحمت مردم سربلند تاجیک است. وحدت ملی تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه ارزش بزرگ است که ما را به هم می‌پیوندد. آن رمز دوستی، احترام یکدیگر و مسئولیت شهروندی است. هر یکی ما وظیفه داریم که این دستاورد گرانبها را حفظ نموده برای تحکیم آن سهمگذار باشیم. امروز جوانان کشور در فضای آرام و آسوده تحصیل میکنند، علم میآموزند و در پیشرفت وطن سهم میگذارند. این امکانیت ها محض با شرافت صلح و وحدت به دست آمدند. ما باید از تاریخ سبق گیریم و همیشه در یاد داشته باشیم که همبستگی و یکدلی عامل اساسی پایداری هر یک ملت میباشد. تاجیکستان کشور جالب دقت سیاحان بوده، همچون کشور امن و آسایش در عرصه جهان اعتراف گردیده است. این همه از شرافت صلح و ثبات، آبادی و آسودگی و در عموم وحدت پایدار ملت تاجیک است. محض همین وحدت پایدار و امنیت استوار در کشور است که جهانگردان هرچی بیشتر میل به تاجیکستان میکنند. حفظ صلح و ثبات، احترام یکدیگر و دوست داشتن وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان است. بگذار در سراسر تاجیکستان همیشه صلح، آرامی و همدیگرفهمی حکم فرما باشد. وحدت ملی رمز صلح و دوستی، پایه دولتداری تاجیکان و کفیل پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان.